منجیهای آخرالزمان در 1 دقیقه. تقریبا همه ملت‌ها و ادیان دنیا یه باور مشترک دارن که در پایان زمان وقتی دنیا پر از ظلم و فساد بشه یک منجی ظهور میکنه تا عدالت رو برگردونه. اما این منجی کیه؟ در یهودیت فردی به نام ماشیح یا ماشیا که پادشاهی از نسل داووده ظهور میکنه، اورشلیم رو مرکز عدالت جهانی قرار میده و بنی اسرائیل رو نجات میده. در دین زرتشتی 3 برادر به نام‌های اوشیدرماه و سوشیانت به ترتیب در 3 مرحله متوالی تاریخی آخرالزمانی ظهور میکنن تا نهایتاً سوشیانت به عنوان بزرگترین و آخرین منجی موفق میشه اهریمن رو شکست بده و مردگان با این کارش زنده میشن و تجدید آفرینش اتفاق میفته. در آیین هندو فردی به نام کالکی که یک خدای تجسم یافته در کالبد انسانیه با یه اسب سفید و شمشیر درخشان ظهور میکنه تا به عصر تاریکی پایان بده و دنیایی پر از راستی و صلح بسازه. در مسیحیت باور بر اینه که عیسی مسیح دوباره برمیگرده، شیطان رو شکست میده و حکومت خدا رو بر روی زمین برقرار میکنه. در آیین بودایی فردی به نام میتریا که بودای 5 هم هست، زمانی که تعالیم بودای اصلی فراموش شده باشه ظهور میکنه تا دوباره اونها رو به مردم یادآوری کنه. و در اسلام هم باور به ظهور فردی به نام مهدی موعوده. امین.